ایدر از روسیه و انگلیس درس بگیرن که روسیه با مو قدرت نمایی که کردن، با مو مانور نظامی که نشان دادن، شکست نخوردن. با بیل کلینگ از اینجا استخراج نشدن، خارج نشدن از این کشور. از انگلیس درس بگیرن و از آمریکا هم درس بگیرن. ترامپ با مو مستکبر بودن خود، با مو غرورش، با مو خودکامگیش، با مو فریبش، امروز میگه که ما در افغانستان بند ماندیم. یک کشور کوچک که اصلا اون کشور هم حساب نمیکنن با نام افغانستان 54 کشور در مقابلش می جنگه. هنوزم افغانستان متصر بلند است. ما شکست خورده نیستیم، خود را شکست خورده فکر میکنیم. پس یکی از عواملش از غربگراها است که مردم را به می تشویق میکنه که آمریکا برو، اروپا برو، فلان برو. چی میکنه دیگه کشور در بدر شدیم؟ نخیر در بدر نیستیم. با سرش گپ میزنیم ان شاء الله. و دیگه کسایی که در این مورد نقش داره که مردم ناامید میسازه و مردم را تو به این حالت رسانده مسلمان ها را، عده از حکام سو هست. رئیس جمهورای سو بدبخت و شقی و غلام و برده. اگر کشورهای اسلامی، عایز قرنی میگه اگر این حکام اسلامی در کشورهای اسلامی که سر رأس مردم قرار گرفتن، گفت اگر مدت 7 روز نباشن، 7 روز اینها دست خود را از کفار قطع بکنن، گفت روز 8 ما بیت المقدس را فتح میکنه. و بشرط که اینها نباشه، حکام سو نباشه. واضح براتون بگم، یا اشرف غنی نباشه، یا عبدالله نباشه، و محمد بن سلمان نباشه، و عمران خان نباشه، و روحانی نباشه. و روحانی نام داره، چی نام داره؟ رئیس جمهور ایران. اینا نباشه، روزی 8 بیت المقدس فتح میشه. دیگه پا خفه نشین. ما خود را فریب دادیم. ما خود را یک تعداد پیروی اشرف غنی شدیم، یک تعداد پیروی عبدالله شدیم، یک تعداد پیروی محمد بن سلمان شدیم، یک تعداد پیروی عمران خان پاکستان شدیم. خود را فریب دادیم. او را به نام پشتون، این را به نام تاجک، او را به نام حزب، این را به نام قوم، این را به نام سمت، این را به نام رنگ، او را به نام مذهب، این را به نام فلان. به می خود را فریب دادیم. اگر نمیفهمی که خائن‌ترین اینها هستند، فاسدترین اینها هستند، غلامترین اینها هستند، قسم به خدا تک تک ما میدانیم، ولی خود را فریب میدیم. قسم به خدا میفهمیم که خون ملت را اینها میچشن. قسم به خدا خبر داریم که ناامنی که در کشور وجود داره، بحران اقتصادی که در کشور وجود داره، بی فرهنگی و بدحجابی و بدبختی و قتل و کشتاری که وجود از خاطر این بدبختا هست. این باید داشته باشه. خود را فریب ندیم، خود را تقلید کرکرانی از این بدبختا نکنیم. ما را که امروز به کام انسان‌های درنده فرو بردن و ما را بردن به اینها تسلیم کردن، ما را غلام ساختن، ما را ذلیل ساختن. این حکام سو هستند. امروز اینها به یک انتخابات جور نمیان، امروز اینها به یک چوکی جور نمیان. ملت را خونش را خورده روان هستند، خون ملت را چشیدن به خاطر که سر چوکی بنشینن. چی کردن اینها؟ برای یک کاری که برای دین کرده باشن کجا هست؟ چرا خود را فریب میدیم؟ چرا خود را فریب داده روان هستیم؟ چرا چشمای خود را بند کردیم نمیبینیم حق را؟ شاید شما فریب بخورید که نصرت از کدام آدرس گپ میزنه. من سخنگوی کدام کسی نیستم. هر خائن مردود هست، هر دشمن دین مردود هست، هر کسی که باشه در هر گروهی که باشه مردود هست. این از دید من، از دید اسلام. به این خود را فریب ندیم که اشرف غنی از قوم پشتون هست و عبدالله قوم تاجک هست. یکیش شیکپوش، یکیش قل هو الله احد یاد نداره. این سر حکام مسلمان ها انتخاب میشن. با والله العظیم قسم قل هو الله احد یاد نداره و دیگه ایش والعصر اشتباه میخونه. بازیمی از ما نمایندگی میکنه. از این تو مسلمان های متعهد، با وفا، با اخلاص، دردمند یا نمایندگی میکنه. اینها ما را فریب دادن، اینها ما را با کام دشمن فرو بردن. به اینها فریب نخوریم. اینها ما را تسلیم کردن. این محمد بن سلمان شما میشناسید که بعد از پدر خودی در جایش قرار میگیره. این خائن امروز رقص و پایکوبی در خود کشور عربستان، کشوری که اونجا سرزمین رسول الله هست، اونجا رقص و پایکوبی میشه. از آمریکا خواننده آدمش کنسرت گرفته میشه. این توسط خود مسلمان ها هست، توسط خود حکام مسلمان هست. خب ما خود را فریب دادیم که نه همین اشرف غنی برنده شو خوب است، عبدالله نه دیگهش میگه نه خائن است و خائن است، عبداللهش برنده شو. هر دویش خائن هست. شاید کسی بگه سخت نگوین، نه آزادی بیان است، بگوین سخت بگوین. اونها میگه کس ما نگویم، اونها میکشه ما فقط زبان نکشاییم. پس یکی از این کسا عده‌ای که دی را نقش دارن حکام سو هست. قسم به خدا اما جرگه مشورتی صلح که بود، من اخبار سیاسی رو خیلی تعقیب میکنم و این خوب است که باید تعقیبش کنم. سیاف گپ میزد،
چند بزرگ دیگه همینجا نشستگی بود. گفت اگر ما می چند نفر که اینجا نشستگی هستیم دست را یک با هم بدم و متعهد باشیم، قسم به خدا و افغانستان صلح می خود نمی کنیم. این گپ به این معنی نیست که من سیاف دفاع کنم، سیافم به دفاع نمی کنم، با مو علمش، با مو پروفسور بودنش. پس اینها ما را فروختن، اینها ما را فروختن. و کسایی که در رأس خود امیرالمؤمنین عمر داشتن، عمر مسلمان هایشان زیر دستایشان با عزت زندگی میکرد، با آبرو زندگی میکرد. یک روز حضرت علی رضی الله عنه از عمر پرسان میکنه، خیلی جمله جالب بسیار خوب دقیق متوجه باشد. گفت در زمان من خیلی فتنه ها زیاد شد، قتل و کشتار زیاد شد، در زمان تو گپا نبود. چرا؟ گفت به خاطر از اینکه من عساکر مانند تو داشتم، عساکر مانند علی، عثمان، ای تو کسا داشتم که من ای تو قوی بودم و تو پیروای تو که خود را پیروی تو میگه، در حقیقت پیروی تو نیست، خوارج اونا پیروای توست. این به این معنی نه که حضرت علی خدای نکرده توهین بکنه، نه به این معنی نه. یعنی ما خود را به دام میده، خود ما. چهارمش که در این مورد نقش دارن مسلمان ها را به این حالت رساندن، مسلمان های منفی نگر، مسلمان هایی که مثبت نمی بینن، فقط دنبال خلاها هستن، گلاس را جای پرش نمی بینن، فقط امو خالگاه را می بینن. مسلمان ها را خوبی هایش نمی بینن، فقط امو کم و کاستی های مسلمان ها را می بینن. این انسان های منفی نگر است، این مسلمان ها است. این کسایی است که حقیقت را پذیرفتن ولی عمل نمی کنن. میفهمه که حقیقت است، این مسیر حق است ولی عملش نمیکنه، توصیه مردم توصیه نمیکنه، به دیگه باطل توصیه میکنه اما به حق توصیه نمیکنه. این مسلمانای منفی نگر از این منبر بیداری چی جور میشه؟ که خود را زحمت میدین. با والله قسم از این مدرسه چیزی جور نمیشه. این گپایشون است. گم که توی کار کردن نمیتونی. علما خیلی زحمت کشیدن، نمیشه. انسانای منفی نگر است. یک کسایی است که منتظر رحل از آسمان هستند، منتظر نشستن در خانه زیر علاشان نشستگی هستند که بخیر خدا کمک کنه، دیگه از ما خلاص شد، خدا کمک کنه. خودش نشستگی است در خانه. کاش که در خانه بگه که من در خانه نشستگی هستم بالای تخت سنگ پهلوی بخاری ترکی نشستگی هستم، کاش که خدا کمک کنه یک لقمه نان در دهن من به. بازی تو نمیگه، باز بلند میشه نانم پیدا میکنه، زحمتو میکشه، به خاطر او کار زحمت میکشه، او رو باز خدا پیدا نمیکنه. دوم مورد عقیده را داره که باید بلند شم نه کار کنم، اما در مورد دین میگه نه خدا برسانه، خدا یک رقم کنه، خدا چاره ما را کنه، دیگه از ما رفت خلاص شد. این منتظر راحل از آسمان هستن. این خیال است و محال است و جن به این ره که تو میروی به ترکستان است. جز خوردگیری و انتقاد دیگه چیزی رو یاد نداره. شما کدام روز در صفحه فیسبوک بروین نمیارم شاید یک کامنت و دو کامنت داده شده باشه. اوه شما مردم هنوزم از دین گپ میزنید. در کابل یک روز ما در حوض آببازی رفتیم، سونا، مشکل نداره حوض آببازی. بعضی کسا خواه گفت قاریان به حوض آببازی میره، پروا نداره، ورزش کنن و تفریح در اسلام مشکل نداره، به شرطی که کدام حکم شرعی زیر پا نشه. اونجا که داخل شدیم گفتم ما یک کمی صوفی هستیم و قارسی بازیات هستیم رای ما، همین چیزی که ما را میدن یک چیز کلان باشه که بدن ما رو بپوشانه، عورت ما رو بپوشانه. گفتم متقی قد ما زیاد است، رفقا بودن در بین ما. گفتو مردم در فضا رسید، مردم اتم ساختند، شما پشت تقوا میگردید. فریب خوردیم. این عقیده به اندازه کار شده، مردم به فضا رسید، شما هنوز پشت تقوا میگردین. این گپ یک روز برای شما یادآوری کردم. یک روز یک جای استاد صحیح البخاری درس میداد، همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است، اولین کتاب بعد از قرآن کریم، بزرگترین کتاب. درس میداد یک غربگرا، یک منفی نگر، یک مسلمانی که ظاهرا لباس مسلمانی داره اما از درون برنامه کفری، تطبیق برنامه کفری است. در مجلس داخل شد، مگه مردم در فضا رسیدن، شما هنوزم صحیح البخاری میخوانید. اون خیلی جمله زیبا برش گفت اون مخلوق از یک مخلوق به مخلوق دیگر رسیده، خود تو هم مخلوق است، فضا هم مخلوق است، یعنی خلق شده است توسط الله. ما میخوایم از مخلوق به سوی خالق پرواز کنیم. این درس اگر ما گپ ما خلق شده است، میل از خلق شده ران است، ما میخوایم به سوی خالق خود برسیم.
گفت شما از یک مخلوق به دیگه مخلوق رسید، ما از میخوایم از مخلوق به خالق برسیم. از رفت بیرون شد گفت نمیشه. ما یک کمی خواب برده هستیم، نمیفهمیم، بیدار نمیشیم. داستان موش و شیر براتون کردیم، نه داستان موش و شیر و یک دعوتگر را. یک روز یک دعوتگر یک جای اعلام کرد که اون مردم میگه در فلان روز در فلان ساعت در یک جمنازیوم یا در یک میدان یک مسابقه بین موش و شیر برگزار میشه، حاضر باشه. بین موش و شیر برگزار میشه، حاضر باشه. خوی دعوتگرم یک ذره شهیر بود، مشهور بود، گپش قبول کردن، مردم رفتن که چی گپ خود بود. موش با شیر چه قسم مسابقه میده؟ ببین یک گپی خو حتما هست. رفت مردم جمع است که به هزارها نفر تشریف داره در میدان که فلان دعوتگر مردم رو دعوت کرده که ببین که امروز موش و شیر با هم مسابقه داره. وقتی که نشستن مردم که یک موتر آمد، یک شیر کلان از داخل موتر پایین شد در داخل میدان. یکی پایین شد، شیر که پایین کردید داخل میدان، شیر خواب بود. همین تو کسل، زله، درمانده، سوز، تنبل، همین تو افتاد و خوابش بود. از یک کسی دیگه در داخل یک قوطی و یک بکس موش آورد. این موش که آورد ایر در میدان رها کرد، یک دفعه سر گوش شیر بلند میشه، یک سر پشت شیر بلند میشه، یک سر دم شیر بلند میشه. او طرف قرتک پرت، او طرف پرت خود را، شیر همین تو خواب است. بعد دعوتگر لاسپیکر گرفت گفت او مردم، گفت میفهمین که چی صحنه است؟ گفت ما مثل از شیر هستیم، خواب هستیم. این موشا هست که سر ما قرتک انداخته روان است. این موشا هست که سر ما بلند شده روان است. ما کمی خواب هستیم، اگه بلند شیم میشه این موش چی است؟ ما حالت ما اینی قسم است. ما زور داریم، ما قوت داریم، ما انرژی داریم، ما منابع داریم، ما انسانای نخبه داریم، خو کمی خواب هستیم، بلند نمیشه. اینی منبر بیداری یا یک درس یا نماز جمعه یا اشتراک در تفاسیر یا درس خواندن را یا مطالعه کردن یا نویسندگی یک کاری عادی می داریم، در حالی که باز نتایج خوبی در پی داره. ما اینی طور هستیم. این تو فکر کنید که آمریکا و اروپا مانند یک موش هست، شیر خواب است که شیر بلند شو اصلا موش در ساحه دیده نمیشه که مثل که قبلا دیده نمیشه.